امروز میخوایم یه راز خیلی جالب و شاید کمی عجیب رو در دنیای کشاورزی مدرن با هم بررسی کنیم. داستانی در مورد اینکه چطور یکی از بزرگترین موفقیت‌های زیست محیطی ما کاملا ناخواسته یه چالش جدید و بزرگ برای کشاورزا درست کرد. این سوالو ببینید. شاید با خودتون بگید مگه میشه؟ چطور ممکنه هوای پاک برای کشاورزی بد باشه؟ ولی اصل داستان ما دقیقاً همینه. ما یهو فهمیدیم که یه ماده مغذی خیلی حیاتی دیگه از آسمون به زمین نمیرسه و حالا کشاورزها دارن با عواقبش دست و پنجه نرم میکنن. خب بذارید داستان رو از اول براتون تعریف کنم. همه چیز از یه قانون خیلی موفق زیست محیطی شروع شد که یه نتیجه جانبی کاملا غیر منتظره داشت. شاید باورتون نشه ولی برای سالهای طولانی دودکش‌های کارخونه‌ها و نیروگاه‌ها ناخواسته داشتن به کشاورزها کمک می‌کردن. چطوری؟ خب اونها مقادیر زیادی گوگرد توی هوا پخش می‌کردن که بعداً با بارون روی مزرعه‌ها می‌بارید. این گوگرد مجانی عملاً داشت خاک رو به طور مدام تغذیه می‌کرد. و بعد قانون هوای پاک تصویب شد. یه پیروزی فوق‌العاده برای سلامتی ما و محیط زیست. این قانون کارخونه‌ها را مجبور کرد که جلوی انتشار آلوده‌ها مخصوصاً دی اکسید گوگرد رو بگیرن. نتیجه چی شد؟ هوا تمیزتر شد، بارون‌های اسیدی تقریباً از بین رفتن و به نظر می‌رسید همه چیز عالیه. اما وقتی این منبع گوگرد رایگان قطع شد، یه مشکل پنهان یهو سر و کله‌اش پیدا شد. خاک مزرعه‌ها در سرتاسر دنیا ناگهان با کمبود گوگرد مواجه شد. یعنی اون پیروزی بزرگ زیست محیطی ناخواسته یه بحران غذایی جدید رو برای گیاهان شروع کرده بود. خب حالا شاید بپرسید اصلا گوگرد چیه که اینقدر مهمه؟ شاید فکر کنید یه ماده مغذی فرعیه، ولی جوابی که میشنوید احتمالاً غافلگیرتون میکنه. ببینید گوگرد یه ماده مغذی معمولی نیست. همه کشاورزا اون سه غول اصلی رو میشناسن: نیتروژن، فسفر و پتاسیم یا همون NPK معروف. خب حالا وقتشه که گوگرد رو به عنوان نفر چهارم این تیم قهرمان بشناسیم. انقدر که مهمه. خیلی خلاصه بگم، گوگرد برای ساختن پروتئین و کلروفیل، یعنی همون چیزی که گیاه رو سبز و سرحال نگه می‌داره، حیاتیه. ولی مهمترین نکته اینه: گوگرد و نیتروژن مثل یه زوج جدا نشدنی هن. اگه گیاه گوگرد کافی نداشته باشه نمیتونه از نیتروژنی که بهش میدید درست استفاده کنه. یعنی عملا نیتروژن رو داره هدر میده. خیلی خوب، فرض کنید برگ‌های گیاهتون زرد شده. از کجا بفهمیم مشکل از کمبود نیتروژن یا گوگرد؟ علائمشون خیلی شبیه، ولی یه راه خیلی هوشمندانه برای تشخیصش هست. فقط کافیه ببینید کدوم برگ‌ها زرد شدن. نیتروژن توی گیاه متحرکه، یعنی گیاه میتونه اون رو از برگ‌های پیر و پایینی برداره و به برگ‌های جدید و بالایی بده. برای همین برگ‌های پایینی زرد میشن. اما گوگرد غیر متحرکه، یعنی جایی که هست میمونه. پس وقتی کمبودش پیش بیاد، زردی روی جوانترین برگ‌ها یعنی بالای گیاه دیده میشه. یه تفاوت ساده ولی کلیدی. و تازه یه چالش دیگه هم داریم. گوگرد حداقل اون شکلیش که گیاه میتونه جذب کنه خیلی راحت از خاک شسته میشه و میره. این تشبیه اثر سیفون توالت حرف نداره. یه بارون شدید میتونه این ماده مغذی حیاتی رو قشنگ بشوره و از دسترس ریشه ها خارج کنه. خب تا اینجا همه چی تئوری بود. بریم سراغ آمار و ارقام واقعی، ببینیم تأثیر این کمبود واقعاً چقدر بزرگه. ببینید، شواهد فقط عدد و رقم نیست. کاملا میتونید با چشم ببینیدش. توی یه تحقیق تفاوت واقعا از زمین تا آسمون بود. گیاهایی که گوگرد گرفته بودن به طرز چشمگیری سبزتر، شادابتر و پرپشت‌تر بودن. فقط زنده نبودن، بلکه کاملا سرحال و قبراق بودن. و این ظاهر سالمتر مستقیم توی محصول خودشون نشون داد. توی همون تحقیق فقط با اضافه کردن گوگرد محصول ذرت 17 بوشل در هر هکتار بیشتر شد. این عدد واقعا فوق‌العاده است و میتونه سرنوشت مالی یه مزرعه رو به کل عوض کنه. و فکر نکنید این یه مشکل کوچیک و محلیه. نه اصلاً. آمار یه آزمایشگاه خاک بزرگ توی ایالت ایلینویی واقعاً تکون دهنده است. بیشتر از 98% نمونه‌های خاکی که تست کردن کمبود گوگرد داشتن. یعنی این مشکل دیگه تقریباً همه‌گیر شده. خب با این همه مدرک واضحه که کشاورزا باید یه کاری بکنن. ولی سوال اینه که چطوری باید این ماده مغذی حیاتی رو به خاک برگردونن؟ اولین و مهمترین نکته اینه:
گیاها سر گوگرد خیلی سخت گیرن. فقط یه مدلش رو میتونن بخورن و اون هم سولفات هست. شکل‌های دیگه گوگرد مثلا گوگرد پودری برای گیاه مثل یه غذای خامه. اول باید باکتری‌های توی خاک اون رو بپزن و به سولفات تبدیل کنن تا برای گیاه قابل خوردن بشه. پس کشاورز اینجا یه انتخاب داره. اگه یه راه حل فوری میخواد مثل یه قرص مسکن، میره سراغ گوگرد مایع که همون سولفات و آماده است. اما اگه دنبال یه راه حل بلند مدت و ارزونتر برای سلامتی کلی خاکشه، گوگرد پودری انتخاب بهتریه که آروم آروم توی خاک آزاد میشه. در واقع انتخاب بین سرعت و استراتژی بلند مدته. و حالا میرسیم به قسمت آخر و به نظر من جالبترین بخش داستان، جایی که همه تیکه‌های پازل کنار هم قرار میگیرن و یه تصویر شگفت‌انگیز رو میسازن. خب این گوگردی که الان به عنوان کود استفاده میشه از کجا میاد؟ بیشترش از یه فرایندی میاد به اسم فرایند کلاوس. این همون روشیه که پالایشگاه‌های نفت و گاز استفاده میکنن تا گوگرد سمی و آلاینده رو از سوخت‌های فسیلی جدا کنن. و اینجاست که داستان به یه شکل باور نکردنی به اولش برمیگرده. یادتونه همون صنعتی که هوا رو با گوگرد آلوده میکرد و قانون هوای پاک مجبورش کرد جلوی این کارو بگیره، حالا داره دقیقاً همون گوگردی رو که از سوختاش جدا میکنه به کشاورزها میفروشه تا مشکلی رو حل کنن که خود هوای پاک به وجود آورده بود. یه چرخه کامل و البته خیلی طعنه‌آمیز. این داستان یه چیزی رو خیلی خوب به ما یادآوری میکنه. دنیای ما چقدر پیچیده و به هم وصله و چطور یه راه حل عالی برای یه مشکل میتونه ناخواسته یه مشکل جدید جای دیگه درست کنه. و این سوال رو تو ذهن ما ایجاد میکنه که چه رابطه‌های پنهان دیگه‌ای بین محیط زیست، صنعت و غذایی که میخوریم وجود داره که ما هنوز ازشون بیخبریم. ممنون که با ما همراه بودید.